یه واتساپ خیلی خوش میدونم به دیگه. امروز من توی ویدیو بگم من چرا توی این چنل خیلی سروایو دارم، خیلی سری سروایو دارم. لایک ها فراموش نشید. بریم شروع. خب من برای چی توی این چنل خیلی سروایو دارم؟ دلیل اول که این مپو پاک میشه. خودم پاکشون نمیکنم، خودشون پاک میشه. من تا همین 2-3 هفته پیش برام سوال بود که چجوری خودشون پاک میشن، که داشتم توی یوتیوب میچرخیدم که یه یوتیوبر ماینکرافتی دارم، ماینکرافت اندروید، که قشنگ توضیح داد. دقیق آیدیش یادم نمیاد میگفتم. بعد گفت بخاطری که حافظه پنهانم برنامه ها رو پاک میکنه. این حافظه پنهان برنامه ماینکرافت میشه این مپ و اسکرین اینا. یعنی کلا ماینکرافت از اول میشه، چجوری بگم، نه اسکرینی هست، کلا مپاتون پاک میشه، هرچی مود و اینا داشتین پاک میشه. این دلیل اول. دلیل دوم این بود که من یا چیت میزنم یا کلا از اون سری خسته شده بودم، حال ادامه دادن نداشتم. بعد دیگه دلیل باقی نمیمونه. هیچی چی دارم بگم. ممنونم که چنل به 70 تایی رسونده. 30 تا دیگه میخوایم تا 100 تایی. این چند مدت هم نبودم، یا به خاطر مدرسه بود و امتحانا و اینا، یا به خاطر گشادی. بله. خب ممنون که ویدیو تا آخر نکرده. انشاءالله هفته دیگه یه چی داشته باشیم. تو کامنت ها بگین یک سری داشته باشیم با هم دیگه بریم بتر کنیم. خداحافظ.